سردار تفتیشات شهر مسکو خبر داد که پرونده زوده تاجیکستان شهرزاد فوزلوف 23 ساله که ماه اکتبر سال 2023 در شهر مسکو از تفنگچه پنیوماتیکی دو زن را زخمی کرد. به بالای این هنگام بازداشت به پلیس مقاومت نشان داده بود به دادگاه سپرده شده است. او بر اساس ماده 212 کودکس جنایی روسیه به افباشی با استفاده از سلاح و بر اساس ماده 318 به زوروری نسبت به پلیس عیبدار می شود. به شهرزاد فوزلوف برای افباشی تا 7 سال زندان و برای حمله به پلیس تا 5 سال دیگر تهدید می کند. خود شهرزاد فوزلوف و یک دوستش که نیز شاهد عین حادثه بود برای شرح مستقیم ماجرا دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه مقامات روز 28 اکتبر سال 2023 در ایستگاه اتوبوس در کوچه سوفیا کاوالیوفسکایا در شمال مسکو تیری از پیستولت پنیوماتیکی به زمین خالی کرده فوزلوف از اسفالت جسته به دست یک جوانزن زده است. این جوانزن که با کودکش در ایستگاه منتظر اتوبوس بود، از شهرزاد و دوستی او که سیگار میکشیدند خواهش کرده بود است که کمی دورتر سیگار بکشند تا دودش به دماغ کودک او نرسد. شهرزاد فوزلوف هنگام فرار در اتوبوس به طرف یک زن دیگر نیز از پیستولتش تیر خالی کرده هنگام بازداشت به کارمندان پلیس مقاومت نشان داده است. یولیا ایوانووا سخنگوی سراسط تفتیشات شهر مسکو شام 28 اکتبر بدون نشر نام گمان شونده خبر داد که نسبت به یک زاده تاجیکستان در رابطه به عملهای افباشانه در شمال مسکو پرونده جنایی گشودند.